خدمتتون عرض کنم که حدود 2 ماه قبل بود که مدیران محترم باشگاه و علی خصوص مدیر عامل محترم باشگاه آقای شاد در واقع یک صحبت‌هایی رو در واقع برای تشکیل تیم‌های پایه داماش با بنده داشتن. با توجه به این که البته چند سالی بود، حداقل 4-5 سالی بود که داماش در ردای پایه هیچ فعالیتی نداشتن، ما برای اینکه بتونیم به اصطلاح کار را از یه جایی شروع بکنیم، پس از به اصطلاح برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادیم و صحبت‌هایی که کردیم، قرار بر این شد که ما بتونیم هم مرسی فوتبال داماش رو ابتداً راه اندازی بکنیم، هم بتونیم در واقع یه تیم از تیم‌های پایه رو که نهایتاً جمع‌بندی کردیم، تیم جوانان رو مورد نظر قرار دادیم. که با توجه به این قضایا این به اصطلاح حرکت رو ما شروع کردیم و همین الان هم چیزی حدود 20-25 نفر از بچه‌های تو این رده سنی رو جمع‌آوری کردیم که در هفته 3 روز در حال تمرین هستن. در غیر به اصطلاح این شرایط به اصطلاح جوانان، مرزی فوتبال داماش هم صبح‌ها در حال فعالیت هستش، یعنی ما هفته 3 روز هم در واقع تیم به اصطلاح مرسی فوتبال باشگاه داماش رو در حال در واقع انجام کارش داریم که